سخنان تکان دهنده گیورا ردلر، خاخام صهیونیستی علیه ملت ایران: راست و دروغ را به هم بریزید و معجونی از اخبار جهت‌دار درست کنید. مردم ایران سواد رسانه‌ای ندارند، مطالعه ندارند، تمام حرفهای شما را باور می‌کنند. من اطمینان دارم شما موفق خواهید شد. آنها را فریب دهید تا از همه چیز و از همدیگر متنفر شوند تا برنده ما شویم. یک خاخام صهیونیستی به نام گیورا ردلر در جلسه‌ای با مدیران و کارکنان رسانه‌های ضد ایرانی در لندن مطالب مهمی بیان کرده که برای نخستین بار منتشر می‌شود. شما کار مهمی دارید و برای اسرائیل خدمات مهمی انجام می‌دهید. من از صمیم قلب از شما تشکر می‌کنم. نگران هزینه نباشید. دوستان ما هستند. عربستان قبول کرده همه هزینه ها را بدهد. اما کار شما چیست؟ ایران را سیاه نشان دهید. کاری کنید ایرانی ها از همه چیز و همه کس و از یکدیگر متنفر شوند. آنها را بمباران خبری کنید. هر لحظه و هر ساعت با خبرهای ناامید کننده و ترسناک. مردم ایران را دائم بترسانید. شکنجه روحی بدهید. مردم ایران ادعای آقایی می کنند، اما آقای دنیا ماییم و همه برده ما هستند. آنها را تحقیر کنید. با انواع فیلم ها و مستندات غربی تحقیرشان کنید. دروغ های بزرگ بدهید، آنها باور می کنند. در ذهن آنها بکوبید که رسانه های ایران دروغگو هستند تا جذب اخبار شما شوند. شما بار سنگینی بر دوش دارید. باید تلاش کنید. حتی یک لحظه آرام نباشید. زمانی آرام خواهیم شد که با هم در تهران باشیم و ایران را چند تکه کنیم و انتقاممان را بگیریم. شما نباید هیچ خبر مثبتی از ایران انتشار دهید. مردم ایران نباید به آینده امیدوار شوند. آنها باید دائم خبر منفی بشنوند. بذارید شما را راحت کنم. تنها راه شکست ایرانی ها ناامید کردن مردم ایران هست. آنها دارای عقاید محکم مذهبی هستند و این کار ما را سخت کرده. تحریم اقتصاد ایران کار بسیار واجبی است. ایرانی ها باید مجازات شوند. آنها تنها گروهی هستند که نه تنها در برابر ما تعظیم نکردند، بلکه قصد نابودی ما را دارند. تمام کار شما این باشد. من برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم.